ورزش‌های کمتر شناخته شده‌ای هستند که شاید فراگیری زیادی نداشته باشند، اما حتما علاقمندان خود رو دارند. دریفت یه نوع شیوه رانندگی توی پیچه که دیگه شما ماشین به صورت صاف حرکت نمی‌کنه. چرخ‌های عقب میشه فرمون شما بر اساس گاز و اون استایلی که شما دارید میتونید یه پیچ رو مثلا تا برسید. یا ترمز دستی مبنا نیست. این مسابقه برای ماشین‌های دیفرانسیل عقبه. مهمترین چالش در دریفت گذراندن پیچه. با سرعت داری میری یه پیچ خیلی بزرگ سرعت میگن آقا کل پیچو باید ماشین از بغل هدایت بشه به حالت دریفت بره. زود اقدام کنی به این کار شاید نصف از مسیر رو نری. باید همه حرکتات به موقع باشه، تمرکز داشته باشی. خیلی هاشون اسمشون رو روی ماشین هاشون هم نوشته بودن، از ماشین های مدرن تر تا ماشین هایی که سالهاست فراموش شدن. شاید مهارت بعضیشون رو بشه در فیلم های اکشن سینمایی به کار گرفت. توی ریس 50% میتونه ماشین کمک کنه به امتیاز، به برتری، 50% رانندگی، ولی توی دریفت فکر میکنم 70% رانندگی باشه. من میتونم سوال بکنم که حد اکثر سرعتی که شما تو شهر میری چقدره؟ توی اتوبان من 90 تا 100 کیلومتر. هیچ وقت وسوسه نشد که بیشتر؟ 10 سال خیر، ولی قبلا چرا؟ شما تایید میکنی صحبتای پدر رو؟ همچین کنارش میشه. تو خودت عاشق سرعت نیستی؟ چرا؟ اما تو پیست. سرعت، دریفت، درگ، مارپیچ، از تپه بالا رفتن، کارتینگ و رالی بخش‌هایی از مسابقات اتومبیلرانی هستند که در ایران هم برگزار میشه. حتی ماشین مسابقه هم ممکنه شما رو تو راه بذاره. این رشته جذاب اما پرهزینه است. من میگم لاستیک ماشین دارین عوض می‌کنین، درست میگم؟ بله، تو این جور مسابقات استهلاکش خیلی بالاست. علاوه بر استهلاک لاستیک، دیفرانسیال، لنت، صفحه کلاج، اینا همشون از رفتنش 100%. رشته خیلی پرهزینه، هر کسی فکر نمی‌کنم باید خیلی علاقه داشته باشی به اتومبیلرانی. این ورزش یه مقدار مردونه نیست. مهارت این خانم هم کم نیست. مهارت نمیشه گفت مردونه. مهارت هم خانوما میتونن خودشون رو نشون بدن. و تصویربردار ما اگر اعصاب ندارین قید این ورزش رو بزنید. دود، سر و صدا و در عین حال هیجان.